بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، سلام عاشقای امام حسین، سلام به همه شمایی که در تب و تاب سفر و پیاده روی اربعین هستین و دل تو دلتون نیست که بالاخره قسمت ما می شود یا نمی شود. الهی که به حق حضرت ابا عبدالله روزی و قسمتتون بشه زیارت پروپیمون، خاطر انگیز و به یاد ماندنی برای همه شما و ما. برای هم دیگه دعا بکنیم انشالله قسمت هممون بشه. احیانا زبونم لال، اگر قسمتتونم نشد از راه دور هم میشه امام حسین زیارت کرد و از طریق دل، از طریق قلب. چه بسا زیارتی که همراه با سوز نرفتن و اون جا موندن از سفر باشه، حتی تأثیرش نمیدونم شاید گاهی وقتا بیشترم باشه. به هر ترتیب آرزو میکنم برای همه آرزومندان حضور جسمانی و روحانی و قلبی تو امان در جاده نجف تا کربلا طریق الحسین انشاءالله محقق بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که اینجا هستین. دومین شبیه که خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین از قردوست هستیم با عنوان کلی سازش یا چالش. آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیزم، بینندگانی که از قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه قرآن ما رو دنبال میکنن و نایب الزیاره همه عزیزان هستیم در کنار امامزاده واجب التعظیم در شهر مقدس قم که انشاءالله قسمت همه آرزومندا بشه و با معرفت انشاءالله زیارت کنن این اعطاب مقدسه رو انشاءالله. الهی آمین انشاءالله به برکت دعای خیرتون. خب عرضم حضور شما که من داشتم به این فکر میکردم که ما تو ادعیه و زیارات مختلف میخونیم که آرزوی یاریگری امام حسین رو میکنیم، یا مثلا تو زیارت اشرار میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارمکم. آرزو میکنیم که دوست دوستان امام حسین باشیم، دشمن دشمنانشون باشیم و اینها. این الان که امام حسین نیست و 1400 نزدیک به 1400 سال از سال 61 هجری میگذره، این چجوری الان نمود پیدا میتونه بکنه تو اعمال و رفتار ما با توجه به اون موضوع کلی سازش و چالش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از موضوعاتی که واقعا امروز نیاز به یک معرفت ویژه هست اینه که ما با شناخت بریم سراغ حتی هیئت سید الشهدا علیه السلام. موضوع خوبی رو اشاره فرمودید. ملاک و معیار رو ما داریم تو دعا چی میگیم؟ انی سلم لمن سالمکم یا ابا عبدالله. من دوستم با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما. پس ملاک رو قرار دادیم وجود مقدس و نازنین سید الشهدا علیه السلام. اینی که دارم عرض میکنم وقتی تو مسیر نجف به کربلا قرار میگیریم، وقتی این شور و اشتیاق و جذبه اربعین سید الشهدا رو میبینیم که الان هم باید خودمون رو آماده کنیم برای زیارت با معرفت اربعین سید الشهدا علیه السلام، این شناخته نسبت به دوستان سید الشهدا و شناخت نسبت به دشمنان سید الشهدا علیه السلام. خب اون زمان کیا با سید الشهدا دشمن بودن؟ من حالا یه نکته رو میخوام مثال بزنم. شما وقتی تو اون زمان میخوای بررسی کنی دشمن رو، کی دوست نداشت سید الشهدا باشه؟ یزید و یزیدیان. زمان وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه کی دوست نداشت امام حسن مجتبی باشه؟ معاویه و معاویه. زمان امیرالمؤمنین هم همینطور. میایم تا الی زماننا هذا، پس یزیدها هستن، معاویه ها هستن و دشمنان هستن. اولین مسیر شناخت سید الشهدا یعنی دشمن شناسی ما، حق و باطل رو علاب تشخیص بدیم، بدونیم چه خبره. امروز حیف ما شعار انی سلم لمن سالمکم رو بدیم، یزید زمان خودمون رو نشناسیم.
حیف شعار حرب لمن حاربکم رو بدیم اما دشمنمون رو نشناسیم. یعنی شناخت دوست و دشمن خیلی ملاک. خیلی مهم. ما اینکه تو دعاهای متعدد اینجور اشاره میکنیم نسبت به سید الشهدا علیه السلام، فاسأل الله الذین اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. یک مسیر مسیر ولایت، دو مسیر مسیر دشمن شناسی، و سه اگر این اتفاق افتاد معکم فی الدنیا و الاخره. یا تو اون روایت و معکم لا مع غیرکم، یعنی همین معیت با امام چجوری به دست میاد؟ ما دشمن رو بشناسیم. البته امروز هم خلاصه فضاهای رسانه‌ای ما رو از دشمن شناسی جدا میکنه، نمیذاره ما دشمن اصلیمون رو بشناسیم. همش میگن آقا به خودتون بپردازید. من یه جمله رو دارم، بارها به رفقا میشینیم صحبت میکنیم رو عرض میکنم، میگم ما رو تو یک حباب رسانه‌ای قرار دادن، خودمونیم و خودمون نمیذارن یه قدری فراتر بریم. تو این داستان غزه که اتفاق افتاد، 2-3 تا فیلمی که خودشون گرفتن منتشر کردن باعث شد عالمی به تکاپو بیفته. تو قضیه 40 سید الشهدا علیه السلام وقتی خود اونها اومدن این مسیر رو دیدن، باعث معرفی سید الشهدا شد. بله. یعنی چه خوش است سر دلبران، فاش آید در حدیث دیگران. این شناخت دوست از دشمن، این شناخت تو چه مسیری به دست میاد؟ اینکه ماها در کنار شور حسینی معرفت و شعور حسینی رو هم در کارهامون، جلساتمون، برنامه‌هامون پیاده بکنیم. اینکه هیئتی بگه من امام حسین رو قبول دارم اما با دشمن کاری ندارم، این میشه همون هیئت سکولاری که سیدنا الامام رهبر معظم انقلاب تو سخنرانی هاشون تو دهه‌های مختلف، حالا من اینجا یک کتابی رو آوردم به عزیزان معرفی بکنم، 72 سخن عاشورایی از رهبر معظم انقلاب که این واقعا بصیرت ما رو نسبت به قیام سید الشهدا علیه السلام بالا میبره. جملاتی که ایشون دارن تو همین بحث سازش یا چالشی که محور برنامه قرار دادیم، آقا چی میفرمان تو اون دیدار در حرم امام راحل عظیم الشأن؟ میگه که ایشون میفرماد که اگر سازش با دشمن نتیجه میداد، سید الشهدایی سازش میکرد، و اگر چالش با دشمن رو ما دنبال میکنیم، نمونش رو مثال میزنن به برخی از کشورهای عربی که نیمی از امکانات خودشون رو در اختیار دشمن قرار دادن و مسیر رو بردن به سمت دوستی با دشمن، آخرم نتیجه نداد دیگه، یعنی باز اومدن به سمت خودمون. لذا این که ما بصیرتمون رو زیاد بکنیم، بصیرت به زیاد روزه و نماز و اینها خوندن نیست. یعنی اگر به جاش سازش صورت نگیره اونجایی که لازمه، ممکنه که هزینهش حتی بیشتر از چالش بشه. احسن تو. یعنی این که ما دنبال این هستیم بقبولونیم به دنیا که این حرکتی که ما انجام داریم میدیم تو بحث مبارزه با دشمنمون هم مشخصه دیگه. ما دشمن ما رو آیه قرآن کاملا مشخص کرده، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یهود رو به عنوان دشمن برتر ما معرفی میکنه خداوند متعال. امروز هم اشقیاء عالم در زیر چتر یهود صهیونیست هستن. امروز ما میگیم دشمن شناسی یعنی چی؟ یعنی این که ما بدونیم کیا دنبال اینن ما رو از این خیمه ها جدا بکنن، کیا دنبال اینن ما رو از مسیر جهاد با دشمن جدا بکنن. همین یهود صهیونیست، همین خونخوارهایی که به خون اطفال توی غزه هنوز سیر نشدن. هزاران نفر آدم، هزاران طفل، خلاصه شیرخواره، مثل عاشوراست برای ما وقتی این صحنه ها رو میبینیم. این دشمنه. حتی ما تو روایات داریم ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه که از کارهایی که میکردن به ما میگفتن، به مردم میگفتن برید سراغ ایمان.
در زمان خودشون. اگه ما در اون زمان بودیم به ما اجازه نمیدادن. ما حالا ادامه روایت اینه ولا تطلقوا تعلیم الشرک، دشمن رو نمیذاشتن ما بشناسیم. چرا؟ لکی اذا حملوا علیهم لم یعرفوا، زمانی که دشمن از همون مسیر میاد به شما حمله بکنه شما شناختی نسبت به دشمن نداشته باشه. اولا دشمن شناسی که حالا تو این بحث ما ساعتها باید بشینیم بحث بکنیم، چون بینندگان عزیزمون اهل فضیلتن، دنبال میکنن این مباحث رو. من اینجا عرض میکنم کتاب بردهداری مدرن رو بخونن. امروز برای دشمن شناسی خیلی به ما کمک میکنه. نکته دوم شجاعت در برابر دشمن. یاران سید الشهدا علیه السلام شجاع بودن با نثار جان خودشون، یعنی دریغ نکردن از گذاشتن جانشون. شما سعید ابن عبدالله رو نگاه کنید. آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی کنار سعید قرار میگیره ازش سوال میکنه مرگ در نظر تو چجوره؟ میگه آقا جان اگر مردشم بعد زندشم، بمیرم زندشم، آتیشم بزنن زندشم، از توی سید الشهدا دست بردم. و بعدی هم که به شهادت میرسه 2-3 جمله مراجبش داریم. یکیش با انگشتش به حبیب به سمت سید الشهدا میگه یا حبیب و علیکه بالحسین، یعنی حواست به امام حسین باشه. وقتی سرش رو دامن مولاش قرار میگیره چی خطاب به وجود مقدس سید الشهدا میگه؟ اوفیت یا ابن رسول الله، آیا وفای به عهدم کردم؟ آیا تونستم خودم رو اثبات بکنم؟ حالا من اینجا یه جمله همیشه آرزوی ماست که انشالله خدا توفیق شهادت در راه خودش رو نصیبمون بکنه که انشالله سرمونم رو زانوان اماممون باشه و این جمله رو بگیم اوفیت یا ابن رسول الله، آیا وفای به عهدمون کردیم؟ انشالله خدا این توفیق رو به هممون. الهی آمین. خیلی ممنونم آقا. ما باید فکر کنم یه فاصله درسته بگیریم و برگردیم ادامه فرمایشات شما رو میشنویم انشالله که این دعایی که فرمودینم در حق هممون به اجابت برسه و حق حضرت حسین علیه السلام. بفرم. سلام کلان رو به روتونم، من اینجا زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، بذار سایت همیشه رو سرم باشه. قرار ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار همچنان خدمت شما هستم و استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین اصغر دوست عزیز و استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. 2 نکته‌ای که مهم بود و داشتم راجبش فکر میکردم بحث دشمن شناسی بود و بعد از شناخت دشمن شجاعت داشتن در مقابل دشمن. یه نکته‌ای که جا افتاد تو بحث دشمن شناسی در کنار اینکه ما باید دشمن رو بشناسیم اینه که نفاق دشمن رو هم باید ویژه نسبت بهش شناخت پیدا بکنیم. ما اینکه آیات قرآن متعدد اشاره میکنه به منافقون، منافقین، که این نفاق رو ما بشناسیم. من اینجا یه نکته رو هم عرض بکنم. دیگه زمان سید الشهدا علیه السلام نیست که یه عده بخوان بیان در امت نفاق کنن. تو آخر الزمان رو عرض میکنم. بله. ما انقدر فتنه میاد. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام خطاب به حسن سکونی میفرماد یا حسن سیکون فتنة سماه سیلم یذهب فیها کل ولیجة و بطانه. دیگه تو آخر الزمان فتنه ای میاد بهش میگن فتنه بزرگ که حتی خویشاوندی هم تو این فتنه از بین میره. نگاه بکنید زمان امام حسن مجتبی میخواد قیام بکنه حضرت، یه آقای میاد و 8000 نفر از یارای امام رو با یک حالا
اندک پولی که بهشون میده اینها رو میخره و میبره. ما تو زیارتنامه معصوره آقا چی میگیم؟ میگیم آقا سید الشهدا علیه السلام رو به ثمن قلیل کشتن، یعنی اومدن فتنه کردن، اینها رو کشیدن سمت خودشون. فتمی. دیگه ما تو آخر الزمان 2 گروه بیشتر نداره، 1 جبهه ایمان و 2 جبهه کفر. چرا؟ چون نفاق دیگه دستش رو شده. امروز هم ما الان تو آخر الزمانیم، یعنی تو زمانی قرار داریم که ان شاء الله به ظهور وجود مقدس و نازنین امام عصر منتهی خواهد شد. اینجا دیگه ما 2 گروه بیشتر نداریم. الان برای ما مشخصه اشقیا کیان و سعدا کیان. اصلا سفارایی ها هم انگار تو دنیا داره مشخص میشه، یعنی قشنگ تنظیمات انگار داره. آره مشخص. آقا همین مثلا توی این ماجرای کربلای غزه، حالا این عبارت از من میگم، آقا فرمودن میدان حق و باطل. احسنت. یعنی و داره دنیا تکلیفش روشن میکنه کیا طرفدار حقن، کیا طرفدار باطلن، کیا طرفدار مظلومن، کیا طرفدار. و در تایید فرمایش شما امروز حق رو حتی در معدن کفر شناختن. بله میدونن حق با کیه و میان حتی تو میدان قرار میگیرن. حتی ما الان اجازه بدید من اینجوری عرض بکنم که ما توی معدن کفر هم داریم شهید میدیم تو عرصه حقانیت، خلاصه جبهه حق ما. امروز نفاق دشمن دستش برای ما رو شده. یعنی همون ریزش ها و رویش هایی که اون موقع بود الان هم اتفاق مسیر ظهور داره اتفاق. الان هم اتفاق افتاده. یعنی ما امروز ریزش هایی داریم در جبهه خودی و رویش هایی داریم در جبهه باطل. یعنی حتی اینها دارن میان خودشون رو گره میزنن و بند به قول ما پوتینشون رو میبندن برای مبارزه با کفر. لذا این 2 جبهه داره خودش رو مشخص میکنه. دیگه ما الان زمان امام مجتبی دیگه نیست، زمان سید الشهدا نیست. سید الشهدا با حضورشون در این مبارزه به ما مسیر رو یاد دادن، یعنی مسیر حقانیت رسیدن به جبهه ایمان رو به ما یاد دادن، مسیر مبارزه رو به ما یاد دادن با تذکراتشون به امثال سعیدها، مثل امثال حبیبها، مثل امثال مسلمها. دیگه زمانی نیست که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آخرین خطبه قبل از شهادت امیرالمؤمنین رو شما نگاه بکنید. آقا وقتی صدا میزنه عین عمار، عین ذو الشهادتین، فضرب بیدهی علی لحیته الشریف، به صورتشون میزنه و اطال البکا. آقا شروع میکنن اشک ریختن. یه عده سوال میکنن آقا چرا اشک و اینا؟ میگه من از امتم، از نفاق در امتم میترسم. همون جمله‌ای که پیغمبر خاتم الانبیا فرمود. امروز الحمدلله انقدر فتنه اومد رفت. شما میبینید تو همین جامعه خودمون حیف این فتنه تموم نشده، یه فتنه دیگه میاد. این که من و شما تو این فتنه کجای کار هستیم، این رو باید خودمون رو تطبیق بدیم. امروز ما در آخر الزمانی قرار گرفتیم که مسیر آزمایش ما و محل آزمایش ما خیمه ولایته، گوش دادن به حرف ولی است. امروز تو زمانی ما قرار گرفتیم که به قول یکی از اساتید ما تمرین ولایت پذیریه. اولا اعتقاد قلبی، 2 ارتباط دلی و 3 تبعیت پذیری. این ما رو میرسونه به این که امام حسین یک روز تنها نمونه. وقتی امام زمان روحی له الفدا ظهور بفرماین، علم قیام رو بلند کنن، اگر ما الان تو جامعه تمرین کرده باشیم، تمرین ولایت پذیری کرده باشیم، وقتی آقا ندا سر میدن ما میایم سراغ وجود مقدس و نازنین امام زمان. این تمرینه رو باید داشته باشیم. یه چیزی بگم، بعضی میگن آقا شما میگین مثلا انی سلمون لمن سالمکم، مگه نگفتیم دوستان امام حسین بشه؟ اینایی که توی مثلا غزه و فلسطین هستن اینا که اصلا شیعه نیستن که شما چجوری مثلا میگیم من دوست دارم؟ این یه ذره تشریح بکنین منظور چیه؟ منظور نکته ای رو فرمودید. منظور منش، روش، اون هدفی که امام حسین حالا ما الان بشینیم ببینیم و بعد یاری کنیم همراه، یا نه فقط
این نکته رو که عرض می‌کنم به عنوان کمترین در حوزه خیلی. پژوهشی این نکته رو عرض می‌کنم، حالا اساتیدم ببینن ایراد ما رو بگیرن تو این عرصه. نگاه کنید، سید الشهدا امام حسین شیعه نیست، امام همه انسان است. شما میبینید حتی مسیحی پا رکاب سید الشهدا وهاب دیگه به شهادت میرسه. یعنی وهاب نشون داد که آزادگان عالم در خیمه امام حسین. امروز هم شما، حالا من اینی که دارم میگم چون ملموسه برامونا، میخوام برم تو قیام سید الشهدا علیه السلام، حرف زیاد داره. امروز شما میبینید اون لایی که بیدین پای علم سید الشهدا میاد، اون مسیحی میگه اهتدیت به نور الحسین. ولی چند روز دیگه از 5 قاره احسن حالا می‌خواستم به همین برسم که از عالم حدود 156 کشور